فروش فوری باغ ویلا زیر قیمت واقع در استان مازندران، جاده کلوده، شهرستان آمل، جاده کلوده یا جاده دریای محمودآباد، منطقه توریستی و جنگلی گلان. 585 متر مربع زمین، 140 متر مربع بنا، فلت، شخصی ساز، 2 خوابه، دارای درب ضد سرقت، کابینت MDF، گاز رومیزی، هود، کف سرامیک، فول امکانات، دارای پروانه ساخت و پایانکار داخل بافت مسکونی گلان، دارای انشابات قانونی آب و برق و گاز و تلفن با کنتور اختصاصی، دارای سردر ورودی و آیفون تصویری پیشرفته، کف محوط راش بتون کاری شده، چمن کاری شده، دارای درختان مثمر نارنج، ترنج، انار، پرتقال، سیب، انجیر، ازگیل، نارنگی، آلوچه جنگلی، گوجه سبز و غیره و تعداد فراوانی گل و درخت زینتی گران قیمت از جمله انواع کاج و کاج مطبق و یوکا و شمشاد و امثالهم. دارای تمامی امکانات، 1 دقیقه پیاده فاصله تا جنگل، 1 ربع فاصله تا لب دریا و ساحل محمودآباد. این کاخ ویلا واقع در منطقه جاده کلوده یا جاده دریای محمودآباد ما بین شهرستان آمل و محمودآباد در یکی از بهترین مناطق و نواحی استان مازندران در منطقه گردشگری و ویلایی نشین گلان واقع شده. 1 دقیقه پیاده با جنگل فاصله دارد و 1 ربع فاصله تا لب دریا. قیمت کل برای مشاورین املاک 8 میلیارد و 400 میلیون تومان. قیمت کل برای مصرف کننده و مشتری واقعی 8 میلیارد و 50 میلیون تومان. شماره تماس شخص مالک 0933 390 73 47 و 0938 822 42 61. خرید بیواسطه از شخص مالک. شماره تماس مالک 0933 390 73 47 و 0938 822 42 61 و 0933 390 73 47. خرید بیواسطه از شخص مالک.